و بچه‌ها رفتن و خریدن کتابا رو و نتونستن جواب بدن. حالا میخوام اینو براتون بکشم. یه شکل داره، اینه سراسری تجربه 8.9 خودمون، بار منفی به سمت بالا یه نیم دایره داره میزنه. این یه بار منفیه، خب با یه سرعتی وارد یه میدان میشه، بارمون منفی، و میاد یه نیم دایره میزنه. یعنی اینجوری میره اینجا، میره اینجا، میره اینجا، میره اینجا. بدیهیه که اینجا میدان مغناطیسی بوده، بدیهیه که میدان مغناطیسی اینجا داشتیم. خب و چون بار منفی هم هست، خب از دست چپ استفاده میکنیم، درست شد، و شستمون مرکز این دایره ها رو نشون میده. شستمون رو باید طوری بگیریم که مرکز این دایره رو نشون بده. خب میدان حالا کدوم وریه؟ بدیهیاً درون سو میشه. بخونیم احتمالاً میدان هم از ما بخواد. اصلا چی بود؟ بخون سوالو. الکترونی که در نقطه M، این نقطه Mه، این M، اینم الکترون که بارش هم منفیه، اینم سرعتش مثلا V، دارای سرعت 1.6 در 10⁻6 متر بر ثانیه است. تحت تاثیر میدان مغناطیسی یک نواخت B مسیر نیم دایره M تا N را میزند. یادت بهت گفتم ممکنه یه دایره یا یه نیم دایره، یه ربع دایره، یه بخش از دایره رو بزنه. خب مطابق شکل روبرو B چند تسلا و در چه جهتی است؟ B در چه جهتیه؟ خیلی راحت همین الان قبل از اینکه تست رو بخونیم درش آوردیم، درسته؟ بار منفی دست چپت استفاده می‌کنی؟ دست چپت. خب شست تو باید طوری بذاری که به سمت مرکز این نیم دایره باشه. خودت باید مرکزش رو به دست بیاری، تابلوه. خب جهت 4 تا انگشتت هم V، شستت A، کف دستت به کدوم سمته؟ به سمت داخل. پس درون سو میدان ما. پس میدان ما درون سو. خب این از این درون سو 1 و 3 پریدن، 2 و 4 موندن. خب حالا میخوام یه چیزی واسه حلش کنم. ببین یه نکته اینجا بهت میگم، از دینامیک رو تلفیق کردیم با مغناطیس و تو ممکنه بترسی و من بهت میگم نترس، لطفاً نترس. بخوام بدن همین شکلی بهت میدن، سخت‌تر نمیدن و این ته سختاشون بود. ولی بازم اگه میخواد کسی صد بزنه، احتمال زیاد یه چیزایی بالاخره باید بلد باشه از دینامیکیا، حرکت شناسی، اون حداقل اون چیزای اولیه‌شو بلد باشه. شاید نتونه تست بزنه، منظورم از صد زدن هر مبحثه، با احتمال 100%. ببین الان من همینایی که بهت گفتم تو به راحتی بری تو هر کنکوری میتونی راحت بزنی. خب ولی اگر یه موقع یه تستی انداختن، مثل همین تستی که انداخته بودنش واقعا، یعنی تستی که سخت بود، زیادی سخت بود، نه سخت، این تست رو انداختن تو بتونی بزنی. چجوری؟ باید فصله دینامی، حرکت شناسی، اینا رو که پایه است بلد باشی، یا حتی کار انرژی هم بلد باشی. سری فرمولای پایه من سعی میکنم همشون رو اینجا بگم. خب ولی نمیتونم همه دینامیکو الان بیارم پیاده کنم اینجا. تو برای اینکه کامل بلد بشی باید بری دینامیکو بخونی. اما بازم دارم بهت میگم تو با احتمال بالای 90% به راحتی همینا رو بخون و نیازی نیست که بری واسه حل تستاش دینامیک بخونی، حرکت شناسی بخونی، کار انرژی بخونی اینا. اگر هم تستی دیدی که اومد با همون مفاهیم ساده‌ای که از دبیرستان یادت، کام مساوی 1/2 MV2 یا همین مثلا این که الان بهت میگم، اینا قابل حل. به هر حال بخونیم، یعنی بزنیم تستو. ببین این تست قبول داری روی دایره میچرخه؟ بله. قبول داری یه نیرو بهش وارد میشه از طرف این میدانه؟ بله. نیرومون چقدر بود؟ F. نیرومون چقدر بود؟ F. به سمت کجا؟ مرکز دایره میگرفت. نیرومون چقدر توی همچین میدان مغناطیسی؟ برابر با Q V B سینوس آسینوس. وقتی یادت بهت گفتم وقتی نردی یعنی 90 درجه است. عملا اینجا عملا 90 درجه است دیگه. نکن زاویه بین V و زاویه بین B که درون سو 90 درجه است. این به سمت بالا، اون به سمت توه. باز توضیح، این بالا، این تو، عمودن، این تو. خب پس سینوس ها میشه 1 نمی‌نویسمش دیگه. توی حرکت دایره‌ای یه فرمول داشتیم. اگر یه موجودی به جرمی، مثلا جرم M، روی دایره حرکت میکرد، یه نیروی دقیقاً به سمت مرکز دایره بهش وارد میشد. خب که فرمول داشت، یه فرمول داشت به این شکل، اینجوری. ببین
F مساوی با QVB. از اون ور یه نیروی دیگه داشتیم به نام MV2 آروم. R چیه؟ شعاع این دایره هست که همه جا یکسانه، اینجا همه جا الان فاصله اینجا تا اینجا یکسانه. خب V هم همون V سرعت است. M جرم ذره هست، یعنی جرم الکترونه. خب درست شد؟ اینو در نظر داشته باش. پس توی حرکتی که دایره‌ای یا نیم دایره است یا یه دایره کامله، توی مغناطیس یه ذره رو میندازی توی میدان و اون یه دایره نیم دایره میزنه، فرمولش میشه این QVB مساوی با MV2 آروم. اینو میشه ساده تر کرد و الان ساده تر میکنم، اما تو دیگه اگه ساده ترش کنم باید یه فرمول جدید حفظ کنی، ولی تو فقط بلد باش اینو که بلدی، اینم که بلدی، مساوی هم قرار بده. فقط این یه تیکر بلد باش که باید مساوی هم قرار بدی که این فرمولامون رو اضافه نکنیم، هی الکی روش‌های اضافی به قول معروف به خرج ندیم. بیاین یکم سادهش کنیم تا بتونیم عددا رو بذاریم داخلش و حل کنیم. خب این بی از ما خواسته دیگه، حتما بقیه رو داریم. این وی ها رو با هم بزن، یه دونه وی این ور میره، یه دونه وی اینجا، وی میشه یک، یعنی میشه ام وی مساوی با آر کیو بی. ام وی مساوی با آر کیو بی. این فرمول سادهش. درست؟ قبل از اینکه من اینو بخوام حلش بکنم، یعنی بخوام عددا رو بذارم تو این، یه چیز بهت یاد بدم. مگه تکانه ام وی نبود؟ ام ضرب در وی. اگر یه روزی ازت توی همچین سوالی پرسیدن تکانه چیه، از این فرمول راحت به دست بیار. تکانه مساوی با ام وی مساوی با آر کیو بی. پس تکانه ما اینجا نخواسته، دارم بهت اضافی میگم. تکانه ما توی همچین چیزی، پی ما تکانه ام وی مساوی با آر کیو بیه. یه توی چیزی، توی مسئله‌ای میان شعاع مسیر رو میدن، کیو بارش هم میدن، میدان هم میدن، نه سرعت میدن نه جرم میدن، بعد میگن تکانش چیه و همتون میمونید. ولی اگه بلد بشی راحت میزنی. در مرحله اول هر وقت دایره دیدی که توی میدان مغناطیسی ان، سریع اینو بنویس، شروع کن ساده کردن. بعد اینم که اف سی پی مساوی به ام وی، پی ام وی، اینم که اف سی، پس به دست میاری. این یه روش دوم نه، همینو حفظش کن تا یه حدودی. خب بیا عدداشو بذاریم بچه‌ها. خب سرعت 1.6 زائد 10 به توان 6. سرعت چیه؟ 1.6 ضرب در 10 به توان 6. ام جرم الکترون چنده؟ حتما داده به ما، پرانتزی چیزی هست اونجا. بله. ام این 9 ضرب در 10 به توان منفی 31 کیلوگرم. ام این 9 ضرب در 10 به توان منفی 31 کیلوگرم. بنویس 9 جرمش. 9 ضرب در 10 به توان منفی 31 مساوی با فاصله این ام تا n 20 سانتی متره. چقدر جالب. فاصله ام تا n اینجا 20 سانتی متر بوده. 20 سانتی متر. 20 سانتی متر. یعنی این نصفش که شعاعه میشه 10 سانتی متر. یعنی آر ما 10 سانتی متر، اما میذاریم 1/10 متر. گفتم که اس آی باید بشه. آر یعنی 1/10 بذار 10 به توان منفی 1. میدونی چرا گذاشتم 10 به توان منفی 1؟ چون اینجا همش توان 10 داره. 10 همش توان داره. پس به جای 1/10 نوشتم 10 به توان منفی 1. ضرب در کیو بارش همون 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19 که من حفظم، شما دوست داشتی حفظ باش، دوست داشتی نباش. ضرب در بی. اینو میخواد ما به دست بیاریم. درسته؟ ببین بی قطعا 9 داره. نگاه کن. بذار ببینم. بی 9 داره. گزینه 2 و 4 مونده بود دیگه. درسته؟ 1 و 3 پریده بودن، برون سو پریده بودن. 2 و 4 که موندن در اون سو بودن. الان 2 4 و نیم داره، یعنی 45 دارم. الان ممیزشو بیخیال شو. ممیزات صفرا دیگه توانایی 10 همه رو بیخیال شو. یه 45 میمونه. ممیزات دار 45 میمونه. گزینه 2، گزینه 4 9 میمونه. پس گزینه 4. چون من اینجا 9 دارم. میدونی چرا 9 دارم؟ این نگاه کن. ببین اینور همش که توان 10 و ممیزه. 10 به توان منفی 1 ممیز، 10 به توان منفی 19 هیچی. اینورم توانایی 10 زیاد دارم. درست؟ اینجا یه 16 دارم، ممیزشو ول کن. اینجا یه 16 دارم، یه 9 دارم. اینورم یه 16 دارم، پس باید یه 9 دیگه هم داشته باشم. پس اینجا یه 9 میاد و یه سری توان 10 جلوش. مثلا 9 زائد 10 به توان فلان. نگاه کن 9 زائد 10 به توان 5 منفی 5. الان گزینه 4 میشه. اینجوری حل میکنیم. خب اینجوری حل میکنیم ها. اینجوری سریع حل میکنیم ها. تکنیک یعنی اینا، همین ریزه ها. حالا میگیم بیا اینجوری حلش کنیم. آقا بزن
این 10 به توان ممیزه 10 به توان منفی 1 میشه، با این 10 به توان 6 میشه 10 به توان 5. 10 به توان 5 با 10 به توان منفی 31 میشه 10 به توان، عرض به خدمت شما که 10 به توان منفی 26 ضرب در 9 ضرب در 16. درسته؟ این ور این ممیزه با این چیز منفی میشه 10 به توان منفی 2 با 19 میشه 10 به توان منفی 21 ضرب در 16 ضرب در b. درسته؟ بزن 16 با 16 پرید، 10 به توان منفی 21 با 10 به توان منفی 26 ساده میشه 10 به توان منفی 5. اینم یه 9ش باقی مون، اینم که پریده بود مساوی با b. تموم شد. دیدی چی شد؟ بدون اینکه این حساب کتاب بکنیم که من سریعم، شما قطعا تو این به اندازه من سریع نیستین. الان چقدر گرفت؟ این حدود 30 ثانیه وقت گرفت، 20 ثانیه 30 ثانیه وقت گرفت. خود سوال یه تست فیزیک 70 ثانیه وقت داره. 30 ثانیه تو بخوای بذاری روی همچین چیزی، خب چیزی دیگه نمیمونه که زمان نصفش بذاری روی همچین محاسباتی. زمان حل تست ما 30 ثانیه کوتاه شد با یه تکنیک، با یه تکنیک کوچولو، با یه روش کوچولو. تکنیک گستره وسیعی از روش‌ها و ترفندها و قلقاست. بعضیشون ممکنه فرمول از بین ببرن، بعضیشون ممکنه فرمولا رو کم کنن، بعضیشون ممکنه از یه سری فرمولا استفاده نکنن، از یه سری فرمولای دیگه ممکنه روش‌های تصویری به کار ببرن و ممکنه محاسبات عددی رو ساده کنن. تمام اینا رو که با هم به کار بگیری یهو کلی هم وقت اضافه میاری. اضافی هم نیاوردی کم نمیاری، حداقل بهتر از قبله. متوجهی؟ اوکی. این تست حل کردیم. حتما این تست رو قشنگ نگاش کن، حلش کن، روش کار کن و همین. بریم سراغ یه بخش دیگه. یه مفهوم کوچولوی دیگه هم باقی مونده و اون اینه که بار داخل میدان الکتریکی هم بهش نیرو وارد میشه. داخل میدان الکتریکی هم بهش نیرو وارد میشه و ما اومدیم تو این فصل بار رو داخل میدان مغناطیسی حرکتش دادیم و دیدیم که اونجا هم نیرو بهش وارد میشه. اومدیم و دو تا میدان، یکی الکتریکی که مغناطیسی دادن، دو تا نیرو بهش وارد میشه دیگه، یکی از طرف الکتریکی که از طرف مغناطیسی. بعد گفتم مثلا برآیند اینطور به دست بیار، یا گفتن اینطور با هم دیگه خنثی میشن نمیشن. خلاص تو باید اونم بلد بشی دیگه. اگر اونو نخوندی بیا اینجا توضیح کوچولو بهت بدم و این دو تا رو با هم دیگه مچ کنیم، با هم دیگه یکی کنیم ببینیم چی میشه. ببین